این موضع ولنگور نقطه سوزشواری است که شب گذشته هنگام انتقال بنزین ترکید. ترکیش تقریبا ساعت 19 سنه 10 می رخ داده است. در نتیجه 5 نفر از ساکنان ولایت سوخت آسیب جسمانی دیدند و سریع وقت به بیمارخانه انتقال یافتند. شاهدان واقع میگویند که صدای ترکیش چنان بلند بود که از حساب لرزش آن در و تیریزه و حتی دیوارها نسبتاً نابود گردیدند. نقطه سوزشواری جمعیت دارای مسئولیتش محدود ظهوریان در جماعت آبردان ناحیه مسجح جایگیر است. این نقطه در راه اساسی اوچسکه رقم 2 جای گرفته است. بنابر پیدا شدن شراره ساختار به عمل آمده سپس ترکیده است. در این ترکیش بیش از 2 تن سوزشواری بنزین ساخته نابود شده است. اینچنین ظرفی پر از گاز مایع ترکیده است. میگویند شاهدان ترکیش در جماعت دهات آبردان ناحیه مسجح. خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه مسجح خبر تلفن عادی حادثه سوختار در نقطه فروش سوزشواری واقع در ناحیه مسجح جماعت آبردان راه نقلیاتگرد آبردان عزیزآباد خبر آمده رسید. بعد گرفتن خبر و جای حادثه 3 عدد نقلیات‌های آتش‌نشانی ناحیه و حالتی به وجود آمده را به نظر گرفته 2 عدد نقلیات‌های آتش‌نشانی ولایت سوخت جلب کرده شدند. سوختار ساعت 21:35 با جلب نبودن 5 عدد نقلیات‌های آتش‌نشانی و بیش از 63 نفر هیئت شخصی جزو تام‌های ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی خاموش کرده شد. باید گفت که در نتیجه آن 60 متر مربع سوخته ضرر دیده است. مال و اموال نقطه سوزشواری و چند از منزل بیناهای استقامتی ساکنان که در نزدیکی نقطه سوزشواری موجود است ضرر دیدند، یعنی آینه تیریزه ها شکستند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسجح برای معین کردن ضرر کمیسیا را از حساب شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این منطقه کار را آغاز کردند. حالا تحقیقات جای حادثه ادامه دارد. سبب، ضرر و گناهکار حادثه سوختار معین کرده میشه. از جراحت برداشتگان 3 نفر کارمندان خود همین نقطه، 1 نفر شهروند دیگه در نزدیکی نقطه قرار داشتند. این جوان رستم نوروزف است. کارمند نقطه سوزشواری می باشد. میگوید که حادثه ناخوش باعث آسیب جسمانی وی گردید. خوشبختانه بعد سریع وقت انتقال یافتن به بیمارخانه مرکزی ناحیه مسجح وضع سلامتیش نسبتاً بهتر گردید. بنا به تحلیل های پیشکی دکتران شعبه احیا این بیمار را 50 به 10% بدنش سوخته است، اما به جراحی نیاز ندارد. اول همین دورنی بوشکه بنزین هم تو در گرفت. بوشکه بنزین هم تو در گرفت که اونجا ما برفتیم اونجا وقت بنزین در گرفت که پجرو سلامتی باور شد. بوشی گاز برسید الانگه. سانگاز هم در گرفت. حاضرمی دستم کاری دستم سوختگی کلی پام. گفته می شود که در نتیجه ترکیش نقطه سوزشواری 5 نفر آسیب سوخته برداشتند. 1 نفر ساکن شهر خوجند بوده، باقی مانده ساکنان ناحیه مسجح می باشند. از این شماره 3 نفر در شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ناحیه مسجح بستری می باشند. دکتران وضع سلامتی آنها را وزنین میانه ارزیابی می کنند. با بیمارخانه ناحیه مسجح از جماعت آبردان 5 نفر بیمار وارد شد که با علنگه علاب از آتش جب دیدند. 3 نفر بیمار عین حال در شعبه احیا بستری شده در حالت وزنین میانه قرار دارند. 1 نفر که وزنین سبک در حالت سبک بود و طبابت امبولاتوری جواب داده شد. 1 نفر دیگر شهروند استقامت کننده شهر خوجند بود، از همین سبب به شهر خوجند انتقال کرده شد. 3 بیماری که حاضر در شعبه احیا بستری شده است در صدمه سبک جایگیر داشتند. البته بعد یاری اولیه رسانیدن حالات در حالت وزنی میانه قرار دارند.
осеби сӯхтаи осебдидагонро аз рӯи таҳлилҳои пешакии духтурон муайян карданд. Масалан, Абдураҳмон Нӯмонов 25/10% организмаш сӯхтааст ва ё Рустам Наврӯзов 50/10% ва Ворис Мунавваров 30/10% организмаш бар асари алангаи оташ сӯхтааст. ҳоло вазъи саломатии онҳо вазнини миёна ҳисобида мешавад. Дар вилояти Суғд давоми соли 2022 бори аввал аст ки ҳодисаи таркиши сӯхтор дар нуқтаи сӯзишворӣ ба қайд гирифта шудааст. нисбати ин ҳодиса парванда боз шудааст то сабабу омилҳо ва гунаҳкори ҳодисаро муайян намоянд. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.